سلام بچه‌ها، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. هر جا که هستید دنیا به کام باشه. توی این ویدیو میخوام طرز تهیه این شراب قرمز خوش عطر و خوش طعم و خوشمزه رو بهتون توضیح بدم. برای تولید این شراب قرمز خوش رنگ اولی مرحله برداشت انگوره. بعد از اون انگورها وارد واینری میشن و پوست، دانه و آب انگور با هم ترکیب میشن که برداشت انگور در واینری همون تاکستان انجام میشه و انگورها خورد میشن یا به همون به اصطلاح کراش میشن و پوست و دانه و آب انگور کنار هم میمونن تا طعم و رنگ و مزه بیشتری به شراب بدن. مرحله تخمیر شراب شروع میشه. یه سری از تولید کنندگان شراب که به تولید شراب‌های ارگانیک علاقه‌مندن استفاده از مخمرهای طبیعی در پوست انگور رو ترجیح میدن، در حالی که تولید کنندگان دیگر شراب استفاده از کامرشال ایست رو ترجیح میدن. بعد از اینکه مرحله تخمیر شراب انجام شد، شراب‌ها با توجه به نظر و سلیقه تولید کننده شراب میتونن به مدت 3 ماه تا 3 سال کهنه و یا به اصطلاح ایج بشن. بعد از اون که شراب‌ها به اندازه کافی کهنه شدن، مرحله باتلینگ انجام میشه و شراب‌ها آماده میشن برای حضور در. امیدوارم که این پست رو دوست داشته باشید. مرسی از حمایتتون. دوستتون دارم و تو ویدیو بعدی میبینمتون. چیرز.